میگن بزرگان دعوت ما کسی اعمال اجتماعیش رنگی داره، دعوتش تأثیری در جامعه داره که اون بتونه ساعتی از شبانه روز با خدا تبتلی و یکسویی داشته باشه. اون کسی که تبتل یکسویی با خدا نداره، اعمال اجتماعیش هم به جای اینکه نور در جامعه پخش کنه ظلمت پخش میکنه و به جای اینکه مردم رو به خدا نزدیک کنه از خدا دورتر میکنه. و اتفاقا اکابر و بزرگان ما میگن دعوت اون فرد و فعالیت‌های دعوی یک انسان وقتی در جامعه میتونه مثمر ثمر باشه و باعث تغییر در جامعه بشه که او خلوت با خدا رو بیشتر دوست داشته باشه. یعنی اگر به او اختیار بدن شما بیشتر دوست داری با خدا خلوت کنی یا بری تو جامعه بیان و سخنرانی و نمیدونم تو جامعه شروع کنی به دعوت دادن، کدوم رو انتخاب میکنی؟ اون بگه آقا میل من تو همون خلوته، ولی یه مسئولیتی منو وادار میکنه، یه مجاهده‌ای منو وادار میکنه که این کار رو بکنم، وگرنه خودم اینو دوست دارم. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه بانی دارالعلوم دیوبند بودن، ایشون میفرمودن که اگر اون بار مسئولیتی که به دوش من هست نیمی بود، دوست داشتم تو یک خلوتی، تو یک جنگلی برم که نه کسی منو بشناسه نه من کسی رو بشناسم و اونجا با خدای خودم خلوت کنم و تمام عمر خودم اینطوری بگذرونم. اما یه مسئولیت، یه رسالت منو وادار میکنه که بیام و بار این حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند رو به دوش بکشم برای اینکه بتونم فرزندانی رو تربیت کنم، نسلی رو پرورش بدم تا در آینده بتونن اینها از اسلام و آرمانهای بزرگ دینی اینو دفاع بکنن.